مگم خطرناک است آقا صاحب. هر رقم حیوانات داخل از این جنگل ها هست. از بلا بگویی، از خرس بگویی، خوک بگویی، گرگ بگویی، این شغال مال شغال روبای چیزا که است در این منطقه پر است. یعنی یک سنگ داخل جنگل بزنی او است که در هر طرف خیز میکنه. او یک فریمانه. فریمان است ها. صحیح دیگه، از میگل جنگل نبوده، باغوش بوده دیگه. دیگه باغوش آزاد است اینجا. چون که افغانستان که است خوانده باغوش داخل چیزای قفس است. اینجا اون آزاد است که مثلا نفر تنها باشه یا دو نفر باشه حمله میکنه سرشان. خودتون میبینین که نوشته کده اونجا که خیلی دقت کنین که حیوانات است چیز نکنه، کدام ضرر نزنه. چون که سابقا خیلی نفران اینجا ناپدید شده. خیلی نفرها گم شده، ناپدید شده، بسا نفر گم شده. بخی گم شده، بعد دیگه چیزاش پیدا نشده دیگه. یگان چیزش بوت موتش پیدا شد، بوتش یا دستمالش یا کالایش که پیدا شده دیگه. همین تابلو رو زدن که دیگه زیاد اینجا بالا بدای گشتی نره. و یکی این درختایی را که ما میبینیم بسیار بلند است، بسیار کلان بلند میری. چه رقم چه وعده کاشته شده ای؟ چه وعده؟ یا کس خود از وقتی که کلان میشه پیر که میشه بازی خودش یک قسم تخم تولید میکنه. اون تخمش که پایین افتید فکر که یک درخت میلیون ها تخم داره. اونم تخمش درخت تخمی مده بار اول اسمش